به همه. امروز مهمون داریم، چه مهمون خوشگل و جذابی. آذر آوردیم براتون که قراره خودت بگو دیگه. قراره که امروز قراره با سوالام بتره کنم. حالا ببینیم آیا فهمیدن بترکن یا میخوان مقاومت کنن. صادقانه میخوان. صادقانه بابا. خواهش میکنم خجالت رو درواسی اینا رو بر من بذارین کنار. و اینم بگو که هیچ اتفاقی بعدش نمیفته اگه قول میدیم که با کمربند سیاه و کبودش نه. من قول میدم هر چی که میلاد گفت همینجا حالش اولین سوالو میخوایم از میلاد بپرسیم. اولین تجربه رابطت کی بود؟ رابطه یعنی دوست شم با کسی؟ یعنی رابطه دیگه. سکس یعنی که همه چی دیگه. اولین تجربه رابطه 12-13 سالگی بود. فکر می‌کنم به محض اینکه با بدنش آشنا شد اولین رابطه. به محض اینکه فهمید ای پسرم من داشت میگم نه قبل‌تر از این. خب بگو. نه قبل‌تر از این آشنا شده بودم با بدنم ولی رابطه نداشتم. آها با خودت حال می‌کردی. ولی رابطه چند سالگی نداشتم. فهمیدی این چیه اون یکی چیه؟ یه سال قبل از اینکه خفتم کنم. اولین تجربه آره. چجوری بود؟ دیگه کی بود؟ بیزینسی بود. بیزینس هنوزم کسی هست بگه بیزینسی؟ بعد گفتن که پاشو بیا اینجا کارت داریم. آخ بعد من رفتم و دیدم چه خبره فلان. گفتن که آره میخوایم یه دختر آوردیم که تو اونا برای تو دختر آوردن. آخه خب دیگه باز نکن دست در نکنه. متشکرم. پریسا بازم آسون میخوام شروع کنم. فرست ایمپرشنت از میلاد چی؟ هیچی. پرسنت یعنی چی؟ آها ببخشید فرست ایمپرشن یعنی اون چیزی که توی دید اول میلادو جذب کرد. واقعا هیچی. یعنی میلاد وقتی دیدم تا یکی دو روز اول چون ما رفته بودیم یه جا مهمونی. تا یکی دو روز که نبود. یکی دو ساعت شد. یکی دو ساعت؟ اوه خودش میدونه دقیقاً. دیگه واقعا شاید بعد 2 روز دیگه اولین حسی که بهت داشتم. بعد 2 روز عاشقم شدی واقعا. عاشقم. خودم پیشنهاد دادم بیا با من ازدواج کن. خدا اول راست میگه همینجوری بود. چی تو روحی اولین خلافت که فراتر از الکل بود چی بود؟ آخ اولین خلاف فراتر از 5 سالگی 14-15. آره تو 14-15 سالگی. خیلی آره من همه کارا رو خیلی زود انجام داده. بچگی و کودکی پیر شد. آره. کاملا شکست. هر انتخاب کردم. واقعا با تجربه انتخاب کردم. دقیقاً دیگه. چون دیگه همه کارا رو کرده بود، سیر بود دیگه گفتم این دیگه مرد زندگی. بدترین شخصیت یا پرسونالیتی میلاد، بدترین خصوصیات اخلاقی. خیلی زود گاهی اوقات سر چیزای کوچیک یهو عصبانی میشه. بعد نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. خب یه جوری که من دیگه هیچی اصلا بعدی نداره میلاد دیگه. ولی خدا رو شکر منو نمیزنه و چیزی نمیشکنه ولی حرفای بد و اینا داره جلو شما میگه این صورتشو با سیبی سرخ نگه داشتین پشتش کبوده. به خدا دست تو که میدونی تو زدی شما نماره یه جای چاقو بوده. ولی اگه چیزی بگم ادامه دار چند روزم تا پای طلاق میره. الان 3-4 بار من سر کشیدم بیرون. اگه میتونستی یه چیزی رو توی پریسا عوض کنی چه ظاهری چه باطنی چی بود؟ یعنی هم ظاهری بگو هم باطنی. هم ظاهری هم باطنی. ظاهری سایز پاش عوض. سایز پاش خیلی گنده است باشه. نشون بدیم پامونو برای یه دونه عکس میتونیم. 45 عمل پا نیومده برام کوچیک کنم. اون قشنگی اصلا اون نیاز داره که روی ساپورتش بزرگ باشه. اون چیزی که بدن رو نگه می‌داره. میدونستین در ژاپن زیبایی ملاک زیبایی خانوما پاشونه؟ ما هیچ وقت تو ژاپن زیبا نیستیم. یعنی اگه تو ژاپن به دنیا می اومدین همون موقع بدبخت بودم من. همین بود فقط. دست در نکنه خدا رو شکر. باطنی خب خیلی چیزا هست. به خدا میدونستم همینو. ما این موامونو به خاطر این بافتیم تو این ویدیو که بعدش میلاد شلاق بزنیم. خیلی پریسا اینه که مثلا هر کاری که من میکنم مثلا میخواد اگه ناراحت میشه میخواد همون کارمون بکنه. آها تلافی. آره. یعنی الان اگه من هر کاری بکنم
اونم دوست داره که همون کار رو به عنوان تلافی. آقا اینجا یه کات، این به دلیل اینه که منم باید توضیح بدم دیگه. ببین برای اینکه چلاقت نزنم، میلاد برای اینکه خودش مثلا یه کاریو میگه این کار خیلی بده نباید کرد، این کار مثلا دیگه خط قرمزه، بعد یه خودش اون کارو میکنه. بعد چون اون خودش اون کارو میکنه مثلا تو ذهن خودت میگی مثلا این کار یا این حرف خیلی بده، بعد خودت انجام میدی، بعد که مثلا من انجام میدم تو ناراحت میشی، من میگم بابا خودت هم کردی اون کارو. اینجوری میشه که میگه تو داری تلافی میکنی. به هم فحش نمیدی؟ تا دلت بخواد. خیلی بده واقعا. بعد از این ویدیو من دوتاشون رو میبرم سیاه و کبود میکنم، اصلا نگران نباشید. یکی فحش دادن، یکی توهین به خانواده همدیگه کردن بزرگترین خط قرمزای یک رابطه است. حتی آخه میدونی فحش دادن مثلا در حد مثلا دوستانه است، ولی با زنت نباید فحش بدی. فحشای مثلا باحالی که فکر میکنیم خودمون مثلا از سر دوست داشتم آره، ولی اونا رو هم نگین خیلی بهتره. ما هم از حرمت شوهراتون رو نگه داریم و خانوماتون، پابوسی شوهراتون رو بکنین، پاچو شبا بذارین تو تشت. پریسا تا حالا بابات مچتو با پسر گرفته؟ آره ببین اولین بابا داوود اصلا آقا داوود که اینجا منو ببینی بابا به خدا کوچولو بودم، شاید مثلا اول راهنمایی یا پنجم دبستان. اول راهنمایی دوست پسر داشتی؟ نه از مدرسه برمیگردیم اول راهنمایی که تو رابطه داشتی همون. آره یه بار داشتم خب مثلا تو سن نمیدونم اول راهنمایی یا پنجم دبستان بودم، داشتم مدرسه این اکیپای پسرا که در مدرسه دخترانه وای مثلا اونها هم کوچولو هم ما هم کوچولیم، دوستی نبود واقعا که دود. مثلا اونها هم مدرسه ما رو می آوردن خونه ما رو مثلا اسکورت می‌کردن که سالم برسیم خونه. بعد این دست منو گرفت و من همینجوری خجالت داشتیم راه میومدیم. دستت هم گرفت؟ دیگه بابام از دور اینطوری ما رو مثلا شاید بگم از 200 متر، من گفتم بابام یهو دستشو سری ول کردم، بابام عین یه موشک فقط دیدم داره میدوه سمت ما. من به خلاف جهت پیچیدم توی یه کوچه به سر اونوری رفت، بابام فقط دوید سمتش. من اومدم من رفتم خونه فقط همینجوری نگاه کردم اینا کوچولو شدن، بابا فقط داره میدوه اونم میدوه، اون بدو بابام بده. ولی اومد خونه خدایی بابام هیچی بهم نگفت، اصلا بهم نگفت. نمیدونم پسرا رو چیکار کرد، اگه زنده است که خدا سالم و سلامت نگهش داره. ببرم من آوردم که شعار میلاد میمونه آلفا نره. دقیقاً سلبریتی کراشت کیه؟ او تا دلت بخواد. آی وای خیلی نیسته. من فکر کردم الان میگه هیچکی پریسا خوشگل‌ترین دختر دنیاست. انقدر زیادن نمیتونه انتخاب. میخوام بگم مثلا مگان فاکس یا چه میدونم. مگان فاکس حالا کراش منم هست. نه خداییش. چند تا اسم میخواد بره عکس ببینه. لانا دل ری که میدونم بود توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم. خداییش خوب. خداییش خوب. میگه خداییش خوب. آریانا گرانده دوست داشتم موقعی که کوچیک بود، الان نه دیگه. اون که الانم تینیجر. جورجینا رو دوست نداری؟ همه با میگن شبیه اونی. نه اون 3-4 تا شکم زایده. چه ربطی داره؟ یعنی اگه پریسا یه شکم بذاره دیگه به درد نمیخوره. نه آخه خب میگی بچه میخوام آدم وقتی میتونه کراش داشته باشه روی چیز بهتر، دیگه کراش هم دیگه ذهنه. میتونم اون چیزی که خودم دوست دارم. من چون قدرتی برای رسیدن بهش دارم. ولی پریسا جون تا حالا شده به کشتن میلاد فکر آقا ببینم 5 تا از من میپرسی یه دونه از اون. بابا اینو اسمو تو سوالا رو نبین، اسما رو میبینی. بعد سوالا اینو کراش تو کیه فلان از چه چیزه میلاد خیلی نه گفتم تا حالا تو رو میخواد بکشه یا نه، تو اینجا میتونی الان مدرک بذاری اگه یه روزی مردی همه میدونن. 100% خودش میدونه که من چند بار واقعا خواستم بکشمش، منو به حدی رسونده که واقعا این جنون رو در خودم دیدم و از خودم ترسیدم. مثلا گفتم این چیزی بریزم تو غذات بکشم. آخه اینجا هیچی گیر نمیاد. مثل امام رضا می‌خواستی منو بشه. به حال خودم دلم سوخت که بعدش بدبخت میشم. میرم ولی زندان. من همیشه برات کامپوت میآوردم. دست درد نکنه. چه قتلم ریزی درست حسابی بریز بدون که بعدش میخوای چیکار کنی. مثلا من فکر کرده بودم که پریسا رو اگه یه شب بکشم چیکار بکنم. گفتم خب از این کیسه های بزرگ میرم سری میخرم میندازم تو همون تیکه تیکش میکنم. خب از آمازون هم یه دونه چرخ گوشت خفن میگیرم، اینو تیکه تیکه چرخت میکردم میبردم میدادم روباها بخورن. اینجوری فکر کردم روباها بخورن هیچ وقت پیدا نشی.
دست در نکنه. من ترد میشه من امشب اینجا بمونم. آره شام قطعا اینجا میمونی ولی که به اون خونه برنمی‌گردی. پلنگ باید وحشی. حاضری پریسا رو با چیزی عوض کنی و اگه یه چیزی هست اون چیه؟ چه مقدار پول؟ نه چه یه ذره فکر کن. خیلی پول چی؟ مثلا 100 میلیون پوند. مثل اون پیرمرده گفت آره با خیلی پول داره. حالا تو می‌خواستی 2 دقیقه پیش منو بکشی رو با بخورم بعد بگن 100 میلیون پوند بهت میدن. نه 100 میلیون پوند. آره. اگه بتونم مثلا از یه تیکه موش یا یه تیکه پوستش خب بگیرم بعد انقدر پول بهم بدین که بتونم اونو کلون کنم دوره پریسا بسازم. اون دیگه من نمیشم که. چرا خودتی چه فکرایی میکنه اصلا به ذهن من باز خوبه قربونت برم خدا رو شکر کن با 100 میلیون پوند تازه یه دونه از تو بسازم. تو با 100 میلیون پوند میتونی بری مگان فاکس رو بسازی. عشقم ما مورد داشتیم گفت فقط با یه لامبورگینی اوروس بعد گفتم آره مثلا 2023 لیمیتد ادیشن رپ شده گفت نه معمولی هم باشه اوکیه. بعد گفتم اون لحظه‌ای که دارم خداحافظی میکنم میرم ناراحت نمیشه گفت اصلا چشم دیگه نمیبینه چون دارم لامبورگینی هم. نه مهم نیست میدونی مثلا 200,000 تاشو میدی تراپی میکنی اصلا کلا پاک میکنه. آره لامبورگینی هم در معرف ولی خب تو هم اون برای دنیا از اون برای شوهرت خوشبخت شد 100 میلیون پول داره تو هم برای من خوشحال باش. خوشحال میشیم آره ما خوشحال میشیم. من دهن اون شوهری که بخواد من اینجوری خداییش برای ولی شما حاضرین زنتون رو یا شوهرتون رو با چقدر پول عوض کنید؟ بالاخره یه مقداری هست قیلی میده هیچ کی نمیتونه بگه مثلا هیچی مگر اینکه طرف اول رابطه باشه خیلی عشقی باشه مثلا بگه نه هیچی تو دنیا چند سال که بگذره خودش میفهمه که اشتباه کرده. ولی خب ببین قیمتت گرونه. من یه چیزی هم سر میدم خدا میخواستم همینو بگم وای خدا کو پول من پریسا جون تا حالا شده که توی شرایطی قرار بگیری یک نفر رو ببینی بعد بگی که وای چی میشد اینجای میلاد بود؟ نه واقعا نشده. دارم خیلی صادقانه میگم خداییش و نمیخواستم واقعا تو رو عوض کنم با کسی ولی مثلا حقیقتا اخلاقاشو شده یکی رو مثلا ببینم بگم مثلا این اخلاقش اگه تو میلاد بود مثلا دیگه میلاد درسته هیچ آدمی کامل نیست منم کلی ایراد دارم شایدم تو یکی رو ببینی بگی وای چقدر مثلا این اخلاقش خوبه اگه این بره تو پریسا دیگه پریسا کامل میشه. اونجوری شده حقیقتا. طبیعیه. مثلا من یه مدت داشتم فکر می‌کردم اگه همه اکسامو یه تیکه ازشون رو به هم بزنیم یک نکست کامل آره کاش میشد به خدا کاش میشد از این یه تیکه اون یه تیکه اون یه تیکه نمیشه میشد چی ساخت چی میشد ساخت چه اسکلی میشد ساخت. اصلا معلوم نداره میسوزه. خب میلاد جون بفرم اولین تجربه دیدن فیلم سوپر چند سالگی اینو یادمه خداییش اینو خیلی خوب خب. یادمه به خاطر اینکه دو تا دوست داشتم اسمشون حمید و حامد بود. سلام. این دوتا کوچولو بودن داداش بودن با هم دیگه بعد کف اتاقشون رو یه دونه موزاییکشو در آورده بودن زیرشو خالی کرده بودن اونجا انبار جاسازای ما بود. چند سالگی بود؟ 10 سالم. آره دیگه با دو تا فیلم سوپر از این نوار کوچولوها بودش. کامل چجوری بود؟ خوب آره دیگه کامل بود. با کیفیت؟ خب آره دیگه اون در حد اون زمان دیگه بعد اولین باری هم که دیدم میگفتم بیا یه چیزی برای بذاریم فلان من اصلا هیچ نمیدونستم هیچ یهو اینو برای من پلی کردن پدر مادر ما که آره. اصلا هیچ حرفی نمیزنن واقعا این تو جامعه ما خیلی بده واقعا که بدترینش میدونی چیه بدترینش اینه که تو با این موضوع روبرو میشی از طریق دوستات و فیلم سوپر و از راه بد به این مسیر میری. حتی حالا حالا که بحث شد یه چیزی هم بگم راجع به پریود شدن دخترها هیچ توضیح و آموزشی نمیدن بعد اولین بار که دختر پریود میشه میزنن تو گوشش یه رسمیه نشان با پریسا صحبت میزنن تو گوش دختر. آره مثلا من خانواده‌ام اینجوری نبودن تو زدن خب آره ولی خیلی‌ها تو ایران بعضی‌ها هستن یه ملیت‌های قومیت‌هایی هستن که بابت چی میزنن نمیدونم اصلا نمیدونم دلیل دور میکنه ویلکام تو د کلاب مثلا خوش اومدید به دنیای جدید اصلا یارو میگه پشماش میریزه چی شد این چیه ولی خدا رو شکر من خانواده خوبی داشتم مامانم از 4م دبستان شروع کرد به من گفت 5م گفت هیچ اتفاقی نیفتاد اول دوم سوم تا دوم دبیرستان تا اینکه آذر دیگه مثلا به سنی رسید که بعد شوهر میکرد مامان پریود کو ولی
پسر یائسه شده. تو باید اول چک می‌زدم به بعد. راست میگه مامانش آذر جان چرا نمیشی تحقیقش. ولی این واقعا چون منم از طریق دوستا فکر کنم به خدا 80% دختر پسر ایرانی تو سن خیلی کم دوستای نابابشون اینا رو بهشون نشون دادن. چون منم دقیقاً همینجوری شد. یکی از دوستام که از من بزرگتر بود، داداشام با هم دیگه دوست بودن، اومد یهو گفتش مثلا 5-6 سال من بزرگتر بود، من 7 سالم بود، من خیلی کوچولو بودم. آره واقعا برای این موضوع اصلا منو داغون کرد ذهن منو برد خونه‌شون نشونم داد. من واقعا دیگه رفتم بر مامانم نامه نوشتم، گفتم مامان من یه فیلمی دیدم، اونم رفت باشون دعوا، دیگه اونم اون محل رفتن. ولی اگه پدر مادرینو دارین اینو میبینین و بچه دارین که کوچیکه، لطفا خودتون اولین کسی باشین که این چیزا رو بهش خیلی قشنگ‌تر. تو چی آذر؟ من خیلی بزرگ بودم ماشاءالله. اصلا من تا مثلا سوم چهارم دبستان فقط بازی می‌کردم با بچه‌ها تو کوچه. چهارم دبستان بودم پشت در دستشویی. یا دیدین می‌نوشتن اسمو مثلا عکس می‌کشیدم، من اونجا فهمیدم این چه جوریه. بعد رفتم خونه گفتم مامان این چیه؟ اینه. چه مامانت خوب بود خدایی. آفرین. پدر مادرت بهت آموزش درست خیلی چیزای ابتدایی و بیسیک رو بدن، تو خیلی باشعورتر بزرگ میشی، تو خیلی مثلا تو جامعه راحت‌تری احساس صدمه نمی‌بینی. آفرین. میخوای یه کاری کنی میری اولین نفری که بهش اعتماد میکنی خانواده‌تن که ازشون سوال کنی و بهشون بگی. خب بخاطر اینکه همه چی هم تو بچگی شکل میگیره دیگه. تو فکر کن این چیزا رو نمیدونی، از طریق اشتباهش میفهمی. خب اینا همش تاثیر میذاره. حالا شده خیانت کنی به میلاد. حالا خیانت از نظر من شامل هر عملی که جلوی میلاد نمیتونی انجام بدی. مثلا با یه پسر حرف بزنی میلاد بیاد بکشی کنار، تلفنی باشه، حضوری باشه، بغل، حالا هر چی. نه واقعا صادقانه اصلا. آدم وقتی به اون حدی میرسه که بخواد خیانت کنه، تموم کنه رابطه رو. خیلی احترام به خودش میذاره، به طرف میذاره، به همه خاطرات خوبی که ساختن. خدا چرا داده به زیبایی بلوند خوشگل خوشه‌کل ببینی بعد ببینی. چرا بلوند؟ من نمیدونم این همیشه این بلوندو میگه، بعد من بهش میگم بلوند دوست داری یا مشکی؟ برم مامورم نه مشکی. بعد همیشه توی فانتزیاش میگه آها خود طرف بلوند. آره میگه اورجینال بلوند. مسئولیت در دست نره بلوند. والا همه خارجی‌ها سیاه دوست دارن، یعنی به مشکی. یعنی ما هر جا که خودشون هم دیدن، هر جا که ما رفتیم همه این چش و ابروی مشکی ما رو گفتن. پس توی خانواده میلاد که ازش خیلی بدت میاد اما تظاهر میکنه که خیلی خوشت میاد. بله هستن ولی تظاهرم نمیکنه. تظاهر نمیکنم، مثلا در ارتباط نیستیم که بخوام. آها آره. خب میلاد من باش هم نشد آخرش. تا حالا خانواده مامانتون چطور موقع عملیات گرفته دیدتتون؟ آخه من خیلی با مامانم دوست بودم و خیلی هستم. انقدر میگه با مامانم دوست بودم، من احساس میکنم مامانش مثلا زنگ میزده برای این دختر میآورده پسرم بیاد. حالا نه در اون حد شاید یه لول پایین‌تر، ولی اگه دختر بود سپورت یا پذیرایی یا جایی دخترم. آره واقعا. بعدش مثلا کاچی بخور فشارت نیاد. آره. مامان. نه خودش با مامانم خیلی دوستم، خیلی رفیقیم با هم دیگه. همه چیه منو میدونست از اول، به خاطر همین میدونست به تجاوز شد. خیلی خوبه به خاطر همین. ولی نه هیچ وقت همیشه هماهنگ بود. ولی تا حالا ندیده، یعنی مثلا یهو مچتو بگیره. بابام یه بار و داشتیم بوس میکردیم. من با اولین دختری که دوست شدم که شماره بهش دادم من بودم. این که آره خودی زنگ زد گفتش چطوری فلان بیا ببینمت. یه پارکی بود دم خونمون و گفتش که ساعت 7 شب بود. گفتم دیره الان برای من اون موقع تو پارک قرار واسه من که پسر بودم دیر بود، ولی این گفتش که چیزه. گفتم باشه اومدم. رفتم و این دختره با چادر اومده بود. خب با چادر اومده بود، بعد نشست پیشم باز کرده دیده زیرش لخته. ببین نه زیرش لخت نبود، خیلی کوچولو بود دختره. خب ولی اولین چیزی که من گفت انقدر این حشری بود. سلام چطوری؟ فکر کن اولین لحظه اونم توی کشور رادیکال مذهبی یه دختر محجبه با چادر، اولین دوست دخترت، اولین دیتت. بعد با چادر بهش شماره دادی تو؟ نه از مدرسه میومد بعد، ولی چادر نداشت. چرا سر دیت باشه؟ نمیدونم حالا چی بود جریان. اولین چیزی که به من گفت بعد اینکه سلام چطوری چی بود؟ فکر کن یه دختر چادر منو ببر خونه؟ زبونت رو بخورم.
باورتون نمیشه بعد این موضوع ماله حبس کله پاچه کرد 20 سال پیشه چقدر ما موقع روشنفکر بودیم بیشتر 37 ساله پیشه. بعد تو چی گفتی؟ آورد بیرون بخوره اصلا بلد نبودم میلاد اصلا هیچی نگفت خدا آقای بعد خجالت کشید. خب بچه‌ها سوال‌ها به پایان رسید امیدوارم که لذت برده باشیم. من این دوتا رو باید ببرم با فاصله ازم بشونم میدونه که اتفاقی نیاد. من امشب اینجا میمونم که بلای سرم نیاد چون سوالات صادقانه جواب دادم. مرسی همتون که این ولاگو دیدین. اگر سوالای دیگه ای تو ذهنتون هست که دنبال جواب میگردیم و دوست دارین از کسای دیگه بپرسیم برامون کامنت بکنین که بپرسیم از هم دیگه. بعدم یه ولاگ درست کردیم از آذر سوال کردیم نه؟ آره اینم هست. اگه دوست دارین از آذر سوال بکنیم نذارید لطفا. از اینجا با آقای ببر آذر گیر داری به اینو ببر نمیکنه. خدا نگهدار. اچالله تو کامنت سابسکرایب